معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟ هیچی، بفهم سر زندگیتون. خداحافظ. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشیم که چیکار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. بیا برو بیا برو. آدم یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چیکارش کردی مگه؟ اجازه بدید من بهتون توضیح بدم. سلمان کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. قولشو ندادم. تو دروغ گفتی؟ به شوهرت بگو یه کاری نکنه، من دیوونه شما خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد. درست حسابی آسمان میکنم چی شده؟